امروز یه خبر خوبم میخوایم داشته باشیم برای اونایی که میخوان بیت کوین بخرن. خب میایم داخل نمودار بیت کوین نگاه میکنیم، میبینیم که قیمت بیت کوین حالتی رو به خودش گرفته که مشخصا داره میریزه. این ریزش به راحتی میتونه تا قیمت $82,000 خودش رو برسونه و بعد از اون میتونه خودش رو به راحتی برسونه به کانال 78,000 تومان. و یه پیشنهادی که دارم اینه، اگه میخواید بیت کوین بخرید توی روزهای خوبی الان قرار داره خرید بیت کوین، به خاطر اینکه میبینید داره هی میاد و عدد پایینتری رو میزنه و توی این حالت ها قسمت هایی که میشه خریدای خوبی رو داشته باشید. چرا؟ چون که الان کسی هیجان اینو نداره که سودم رو از دست ندم. آدما ترس اینو دارن که نکنه الان وارشم پس ضرر بکنم و این بهترین نقطه خرید بیت کوینه. البته اگه دیدگاه بلند مدتی رو دارید، اگه نمیخواید 2 ماه دیگه پولت رو ورداری، اگه نمیخوای اینجوری عمل بکنی، خیلی خوبه. و اصولا سرمایه گذاری توی رمز ارزها بهترین حالتش همینه که شما گیر زمانی نداشته باشید، چون که رمز ارزها بسیار پر ریسک عمل میکنن، نوسانات بالایی دارن. یا شما الان میگیرید 10% میاد پایین. خب این قضیه داخل طلا اینجوری اتفاق نمیفته. اگه میخواید یک سرمایه گذاری ایمن کوتاه مدت داشته باشید، برید به سمت چیزهایی مثل طلا. ولی اگه میخواید 6 ماه، 1 سال، 2 سال زمان دارید، بهترین کار اینه که بیایید مثلا چیزایی مثل بیت کوین رو بخرید، یا اینکه داراییاتون رو تقسیم بکنید، مثلا 1% رو طلا بخرید، 1% بیت کوین بخرید. ولی الان نقطه خوبی برای خریده، من این رو اینجا مشخص میکنم. ببینید $84,000 بیت کوین فقط اگه بخواد به سقف قبلی خودش، یعنی 110,000 تایی که تقریبا رسیده بود، برسه، میدونی چه سودی بهتون میده؟ یعنی اگه الان 84 میلیون بیت کوین بخری، وقتی که این فقط به سقف خودش برسه 84 تومنت میشه 110 میلیون. خب این سودش فوق العاده است، یعنی بالای 20% به حساب میاد. و پیشنهاد میکنم اگه میخواید بخرید، سنگین میخواید بخرید، همه پولتون یک جا خرج نکنید و تیکه تیکه، پله پله بخرید، چون شاید موقعیت بهتری به شما داد. اگه الان میخوای بخری شاید رو 82,000 تومان هم اومد و اونجا میتونی بخری. اگه اونجا خریدی باز یه قسمتی از پولتو نگه دار، شاید رو 78,000 تومان میتونی بخری. در هر صورت هیجانی عمل نکنید. و الان نقطه خوبی برای ورود بیت کوین به حساب میادش به نظر من نوعی. خب مرسی که تا اینجا همراه من بودید. یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا با ویدیو بعدی هم همراهتون باشم. من هر روز قیمتا رو نگاه میکنم، تحلیلش رو بهتون میگم. و مرسی که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. دوستتون دارم. بای.